اطفال نازنین و دوست داشتنی، سلام. امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. امروز براتان یک قصه میگم، قصه بسیار شیرین، قصه یک پریک مقبول با یک پهلوان که نامش حمزه پهلوان است. پریک کوچک لباسهای ظریف و زیبای سفید رنگ را بر تن کرد. این لباس عادی نبود، لباسهای بالدار بود، بالهای سبز رنگ و زیبا. ببینید پریک چقدر مقبول است. لباسهایش چی رنگ است؟ آفرین، سفید. و بالهایش چی رنگ است؟ بالهایش با رنگ سبز. و این لباس ها مثل لباس های ما شما واره نیست. این بال دارد، 2 بالکای چوچه و توسط همی بال ها پریک ما پرواز میکنه. ببینیم که دیگه چی شد. پریک کوچک لباس های سفید خود را وقتی که پوشید، بعد از او چی کرد؟ در آینه به طرف خود نگاه کرد. وقتی تبسم کرد بسیار زیبا معلوم می شد. پریک کوچک به عکس خود در آینه دست خود را تکان داد و سلام داد. ببینید اینجا در مقابل آینه استاد است و دست خود را تکان داده. چقدر لباسهایش مقبول است، خودش چقدر مقبول است. بعد از او با خود چی گفت؟ من بسیار زیبا هستم، باید در یک منطقه بسیار زیبا زندگی کنم. خب این وقتی که خود در آینه دید بسیار خوش شد و این گپ زد که من بسیار زیبا و مقبول هستم، باید در یک منطقه زیبا هم زندگی کنم. پریک کوچک با لباسهای بالدار به هوا پرواز کرد. بالهای کوچک سبز رنگ خود چی میکرد؟ در هوا حرکت میداد و از پرواز لذت میبرد. تا فاصله های زیاد در هوا در حالت پرواز بود. ببینید این تصویر که پریک در حالت پرواز است، در هواست. چقدر پریک مقبول است. خب باز چی شد؟ یا این که بخوانیم که باز چی شد. بالای کوههای مقابل کمان رستم دید. کمان رستم خود شما میفهمین که چقدر یک رنگ های مقبول داره. 7 رنگ داره. یک سر کمان رستم بر سر یک کوه و آخرش بر سر قله کوه دیگه بود. پریک هم بالهایش را به حرکت آورد و به طرف کمان رستم در حال پرواز شد. ببینین پریک پرواز کرده. چقدر پریک زیبا و مقبول است. رفت که به طرف کوهایی که در اوج کمان رستم از خدا برسانه. دیگه چی خواد شد؟ ای که دیگه پریک چی خواد کرد و چی خواد شد باز در قسمت دیگه قصه براتان میگم. امروز اما قدر بس از قصه تان. خدا کنه که خوشتان آمده باشه و این قصه را به دیگه دوستایتان با خوارک برادرکتان در خانه بگوین و منتظر باشین که من قسمت دوم هم برای شما بگویم. خدا کنه بسیار خوشتان آمده باشه. فعلا خدا حافظ، وقتتان بخیر.